متاسفانه ما در ولایت خود معدن بزرگی نداریم که کار شروع شده باشه. نماینده مردم او کسی شده نمیتونه که فقر در کتاب خوانده باشه و سردیای زمستان از عقب پنجره ها دیده باشه. این جاهلایی که ملت خود را نمیمانه که نفس آرام را بکشند. ما قلباً تشکری میکنیم به خاطر از اینکه میآیند همون پیشنهادات مردم، همون مسائلی که ضرورت است، همون چیزایی که در خریه و قشلاق قصبه ما و شما ضرورت است یا میان او را ارزیابی میکنن. قلباً باز ما میریم طرف اونو وقتی که افغانستان هیچ تعبیری نداشت، هیچ نظامی نداشت. در یک گرد همایی پرشور در ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر، مردم با استقبال بی سابقه از رهبری ولایت حمایت قاطع خود را از نظام امارت اسلامی اعلام کردند. صد درود بر راد مردان جهاد، صد درود بر راد مردان جهاد، صد سلام بر پاسداران جهاد، صد سلام بر پاسداران جهاد. والی پنجشیر الحاج حافظ محمد آقا حکیم در سخنرانی خود که به منظور شنیدن مشکلات مردم به این منطقه رفته است، از ارتقای مؤسسه تحصیلات عالی این ولایت به سطح بوهنتون و آغاز کار تأسیسات جدید آن به مساحت 100 جریب زمین در ولسوالی بازارک خبر داده است. یک چند نقطه را که ما جناب مولی عبدالرحمن و ملک صاحب گفتن و یک چند نقطه را ما اشاره میکنیم که سرک پنجشیر را که از به گلبهار به سرک ما وصل میشه، دو بار ما پارسال 2-3 دفعه تا وزارت ما سفر کردیم و مراحلش طی کردیم. یک وقت دیدیم که ولایت پروان، دو وقت مولی صاحب قدرت الله در ولایت پروان بود. فوادی عامی ولایت پروان گفتن که جغرافیا مربوط ماست، مربوط شما نمیشه، این سرک را باید ما جور بکنیم. شما هر اندازه‌ای که پیش رفتین و کاغذها را برای ما بیارین که این مربوط ما میشه. با رئیس صاحب فوادی عامه رای کردیم به پیش مولی صاحب قدرت الله، برش گفتیم که این سرک اولویت ماست، این سرک را باید به هر قیمتی که باشه جور شود که مردم ما در مشکل است. مردم پروان خروخش به این طرف نیست، این سرک ماست و ولایت ما وصل میشه. و موضوع تا یک اندازه را پیش رفت. باز امور رئیس امام تبدیل شد و مولی صاحب قدرت الله مسجد تبدیل شد. ان شاء الله که سر از صبح ما رئیس صاحب فایده ما را وظیفه میتیم که او موضوع را تعقیب کنه و شانه به شانه امرای رئیس فایده می پروان این موضوع را تعقیب بکنه. او همچنان استخراج معیاری معادن و اشتغال زایی را از برنامه‌های مهم امارت اسلامی عنوان کرده است. و معادن بزرگی که مثل طلا و مثل آهن و سربویی، معادن بزرگ او که قرارداد میشه، باز به ولایتش 1% به ولایت تخصیص میشه. باز ولایت مطابق همو خواست مردم و پروژه ها و اولویت ها اون در ولایت کار میکنه. متاسفانه ما در ولایت خود معدن بزرگی نداریم که کار شروع شده باشه. ما خودم به وزارت معدن رفتیم، براش گفتیم که ما معدن آهن داریم و معدنای بزرگ داریم، شما بیاین را کار بکنین. خطی وزیر صاحب صنعت تجارت هم این موضوع را شریک کردین، اونا هم در کوشش هستن، ما هم در کوشش هستیم که همین معدن بزرگ پنجشیر به قرارداد داده شود. باز 1% را برای ولایت تخصیص میکنه که از او بازی پروژه را ما میتونیم کار بکنیم. آقای حکیم تأکید نموده که آگاهی مردم توطئه‌های معامله‌گران با غرب را برای همیشه خنثی ساخته و امروز فصل جنگ نیز پایان یافته است. قسم به الله که همه مشکلات جامعه ما شما حل می شود و اونهایی که به امیدی ازی هستند که در بیرونها به فساد گردش میکنند، گاهی در یک کشور و گاهی در دیگر کشور، گاهی از یک رسانه گاهی از دیگر رسانه، اونها به خاطر چند پول دنیا، به خاطر اونو تجارتی که بالای ملت ما کردن، باز میخواین که او بازار خود را باز گرم بکنن. اونها میخواین که این ملت ما شما را به آرامی و به سکون نمانه. دشمنای اسلام برشان نقشه و پروژه میته. اینی جاهلایی که ملت خود را نمیمانه که نفس آرام را بکشند،
برنامه های در اونجا ساخته میشه و به افغانستان آورده میشه و یهود و نصارا به این برنامه های اونها بسیار متوجه هستند و اونها را زیر کار گرفتن. ملت ما شما باید از تاریخ گذشته خود عبرت بگیره. قسم به الله اگر از تاریخ گذشته ما عبرت نگرفتیم باز ما میریم طرف مشکلات، باز ما میریم طرف اونو وقتی که افغانستان هیچ تعبیری نداشت، هیچ نظامی نداشت. و بیت 4 کتاب هم است که اگر شکر بگویی مطابق همیت مبارک نعمت زیاد میشه، ورنه گویی از کفت بیرون شود با او وقت دیگه هرچی که پشیمان شوی فایده نداره. دیگه خدای تعالی ما و شما ملت افغانستان دیگه توفیق بده، چیزی که شریعت میگه با اون عمل بکنیم و طرفدار همکار خود امارت اسلامی افغانستان در افغانستان باشیم. مردم ها چه کنیم؟ مردم ها بسیار کسایی هستند که اسلام نمیخواهند، دین نمیخواهند. تبلیغات ما و شما در رسانه ها میبینیم، در فیسبوک ها میبینیم که اصلا خودشان مسلمان نیستند. بعضی کسایی یک وقت از امر بالمعروف نه از منکر، بعضی گپای صادر شده در ارتباط ریش، در ارتباط بعضی حجابی گپا، بعضی کسایی نمیره تمسخر میگرفتند. حالا ما بگیریم، ما همیشه گفتیم ریش از امارت اسلامی نیست، حجاب از امارت اسلامی نیست، این از شریعت است. امارت اسلامی میخواد که را تطبیق کنه. واقعیت هم اگر یک حکومت اسلامی نباشه در جریان، هر کس هر چی که دلش هر بدی که در هر جا میکنه. سادی صاحب یک جا میگه و اگر تیغ حاکم نباشد ز پی، کند مستی زنگ در قبه قی. این نشست ها که به ابتکار مقام رهبری ولایت پنجشیر برای نخستین بار در این ولایت برگزار می شود، از جمله چندمین سفر مقام ولایت پنجشیر به این ولسوالی است که هدف آن دیدار مستقیم و شنیدن مشکلات مردم از نزدیک بیان شده است. همزمان مردم نیز از آن به گرمی و استقبال یاد کردند. دو پیشنهاد داشتیم. یک پیشنهاد ما در رابطه با اینترنت بود. یک پایه تقریبا 2-3 سال قبل ریاست مخابراتی افغان بیسیم در 700 متری تعمیر ولسوالی ما ساخته. در می ارتفاعات نه تنها اینترنت سیستمش فعال نیست، بلکه امو سیستم مکالمه را درست وصل نمیکنه. یک پیشنهاد دومی ما امی بود. تقریبا در طول سالهای گذشته یک کلینیک در قریه خنج مربوط خنج مرکزی میشه، 3 کیلومتر از جاده عمومی فاصله داره. از مدت‌های طولانی به این طرف در یک اتاق مخروبه استهلاک شده‌ای فعالیت میکنه، عرض خدمات میکنه. تقریبا یک هفته قبل یکی از شخصیت‌های نیک‌ها و خیر خنج به نام حاجی صاحب سید محمود مبلغ $35,000 آمریکایی را از هزینه شخصیش اختصاص داده به اعمار کلینیک. جناب ولی صاحب مقابل تذکر امی سرک که از جاده عمومی که 3 کیلومتر تا قریه فاصله داره، امی به یک پاکاری ضرورت داره. از طریق ریاست فواید عامه شوه، از طریق ریاست انکشاف دیات شوه. فقط امی پیشنهادات ما امی قدر بود. ملا صاحب انصاری هم یک موضوعش همی پایه های تلفنی بود که انشالله رئیس صاحب امرای ما غیر من در سفر وجود نداره، یعنی موضوع تان را صبا انشالله امرای رئیس صاحب مخابرات شریک میکنیم و انشالله که جدی برشان میگیم از هر طرف که میشه که مشکل رفع شود. یک مشکل که ولایت پنجشیر یک ولایت کوهبند است. در ولایت ها و در جغرافی هایی که کوهبند باشه در اونجا سیگنال را کوه ها قطع میکنه. یک کوه خوردم که در پیش روی سیگنال بیایه بازو قطع میشه به اون منطقه که یاد مسیرش نباشه یا در کوه در پیش رویش بیا سیگنال نمیره. و ای که ما به هر قریه یا یک پایه مستقل را نصب بکنیم، چون شرکت های شخصی است، اونها به این اندازه سرمایه گذاری نمیکنه. اونها یک اندازه مراجعین را یک لایحه داره برشان که به این اندازه مراجعین یا مستفیدین باشه، برشان پایه نصب میکنه، ولی که مستفیدین کم باشه یک پایه تقریبا 1.5 تا 2 لک دلار مصرف میه، باز اونها از چی میکنه؟ نصب نمیکنه. انشالله که مشکل به ریاست مخابرات شریک میکنیم و نهایی کوشش میکنیم که مشکل رفع شود.
موضوع کلینیک را که یکی از برادرای با احساس ما برای کلینیک تعمیر جور میکنه، الله رب العزت در حسناتشان حساب بکنه و رب العالمین در روز آخرت برشان در صدقه جاریه حساب بکنه. پاککاری سرکشان مربوطی فایده عامه نمیشه. فایده عامه فقط سرک عمومی مسئولیتش است. سرک‌های فرعی را فایده عامه اجازه نداره در لایحه خود که اونا سرک عمومی چپ و راست بروند. مربوط انکشاف دهات می شود. مولوی صاحب شیرعلی وجود داره. انشاءالله اگر مؤسسه آمد و اگر هر پروژه آمد، یا از طرف وزارت و یا از طرف هر مؤسساتی که در اینجا کار میکنه، که جناب مولوی صاحب یادداشت بگیره امرای خود، که در اولویت خود بگیره. مساجدی را که امارت اسلامی در ولایت پنجشیر در قماندانی های امنیت ولسوالی ها ساخته، در خود مقام ولایت ساخته، یقینا هیچگاه فراموش ملت مسلمان واقعی پنجشیر فراموش نمیشه. در حالی که واقعا ما ملت پنجشیر دست بالا داشتیم که ما در صف جهاد هستیم، مجاهد بودیم، ولیکن در این راستا کمیا و کاستی های را داشتیم. الحمدلله امین نظام اسلامی آمد، یک دستاورد بسیار کلان ماندگار و همیشه در افغانستان و ولایت پنجشیر است. و این پیشنهادی که ما خدمت مقام عالیه محترم داشتیم، سرک گلبهار، که شاید رئیس موحد صاحب تشریف داشته باشه با اونا بر بگرده و در کل این حق مسلم مردم پنجشیر است. از اونمو راستا مانع شدن نماند. همین طور است یا نیست وطنداران؟ یک پیشنهاد بجاست یا نامطلوب اگه باشه بگوییم، میشه که آدم خطا کنه. به خاطر وقتی که سرک ما نیازمندی ماست و واقعا الحمدلله کارهایی را که نظام اسلامی در بخش عمران آبادسازی نموده، این فراموش ناشدنی است. در این گرد همایی مردم با حضور گسترده، وفاداری و حمایت خود را از نظام امارت اسلامی نیز به نمایش گذاشتند. حکومت گذشته و در این حکومت که بر دلجویی، بر پاسخ بر سوال مردم که آمدن، جناب والی صاحب است که ده دوره شده میاد. ما قلباً تشکری میکنیم به خاطر از اینکه میآیند همون پیشنهادات مردم، همون مسائلی که ضرورت است، همون چیزایی که در خریه و قشلاق قصبه ما و شما ضرورت است، یا میان او را ارزیابی میکنن. قلباً از این ما سپاسگزاری و تشکری میکنیم که واقعیتش که در گذشته ها اولین مسئولی است که میآید 2 سال شده از ما و شما پرسان میکنه، از ما و شما دلجویی میکنه که شما چه ضرورت دارید، چه مشکل دارید. یک چرا پیش از گپای مشاره بکنم، اما دکتر شریعتی میگه نماینده مردم او کسی شده نمیتونه که فقر در کتاب خوانده باشه و سردی های زمستان از عقب پنجره ها دیده باشه. الحمدلله ما والی داریم که سختی های روزگار زندگی را خوب سپری کردیم، خوب زجر کشیدیم، خوب مشکلات را سپری کردیم. والی و مسئول و مردم تعیین شده که مثل خودش باره خوب رنج در طول 45 سال دیده، خوب مشکلات را سپری کرده، خوب درد دیده. و زیبنده اینمی تو مردم اینمی تو یک والی است که چون درد کشیدند از درد دل دگاه می آید. گپ دیگه ممیز از جزیره های گرم هلمند تا قله سرد پامیر، یک فردی که در گوشه گرم هلمند زندگی میکنه تا فردی که یک خانواده که در قله سرد پامیر زندگی میکنن، از نظر حکومت داری یک حق موازی متوازن نداره. هیچ تفاوت در خدماتش دیده باید نشود. همین میزه که همیال پیش روی ماست. اگر خدا ناخواسته یک پای طرفش نباشه، همین سکوت میگیره، چپا میشه. در حکومت داری همین چیز است.